لولاه لهلکنا. اگر پیغمبر نمیشد، پیغمبر مبعوث به پیغمبری نمیشد، محمد صلی الله علیه و سلم از جانب خدا به ما روان کرده نمیشد، لهلکنا، ما هلاک میشدیم. ما هلاک میشدیم. و متنا علی الکفر، و مرگ ما مرگ کافرانه بود. نماز هم نداشته باشند، روزه هم نداشته باشند، لیکن مسلمان که هستند میپرسشان به یک گردن بلند، به یک وقت خوش، به یک افتخار، میگن الحمدلله ما مسلمانیم. و به مقصد چقدر نعمتی بزرگی برای ما و شما. برادر عزیز، اکنون که نشستیم ما و شما به خاطر ماه مولود پیغمبر صلی الله علیه و سلم که هست، انشاءالله در دقیقه های اندک من انشاءالله یگان آیه ای را، یگان حدیث را اطراف محبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحبت میکنم. بعد با انشاءالله مجلس ما و شما ادامه می‌یابد. دوستان عزیز، علمای اسلام درباره دوست داشتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر عالمی را که سوال دادن که چرا ما پیغمبر را دوست بداریم، سوال می آید. یعنی دوست داشتن ما به پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای چی منفعت داره که ما پیغمبر را دوست بداریم؟ جواب علما همین بود برادر عزیز که لولاه لهلکنا و متنا علی الکفر. برادر عزیز، حالی همه ما و شما به مسلمانی ما فخر داریم، میگیم الحمدلله ما مسلمانیم و همیشه برای این نعمت خدا را شکر میکنیم که پروردگار شکری تو که ما را از جمله مسلمان ها گرداندی، از زمره مسلمان ها قرار دادی. حالی ببین به دینداری ما فخر میکنیم، به مسلمانی ما فخر میکنیم. حال نفرایی که مقصد نماز هم نداشته باشند، روزه هم نداشته باشند، لیکن مسلمان که هستند میپرسشان به یک گردن بلند، به یک وقت خوش، به یک افتخار، میگن الحمدلله ما مسلمانیم. و به مقصد چقدر نعمتی بزرگی برای ما و شما. علمای اسلام میگن برای چی ما پیغمبر را دوست بداریم؟ به خاطر که لولاه لهلکنا. اگر پیغمبر نمیشد، پیغمبر مبعوث به پیغمبری نمیشد، محمد صلی الله علیه و سلم از جانب خدا به ما روان کرده نمیشد، لهلکنا، ما هلاک میشدیم. ما هلاک میشدیم. و متنا علی الکفر، و مرگ ما مرگ کافرانه بود. یعنی واقعا برادر عزیز، اگر این پیغمبر نمی آمد، اگر این پیغمبر ما و شما را راهنمایی نمی کرد، اگر ما و شما این دین پیغمبر را نمی شناختیم، تصور کنید برادر عزیز که ما در کدام حالت بودیم. دین نداشتیم، ایمان نداشتیم، زندگی زندگی دور از دین، و مرگ ما و شما هم برادر عزیز ببینید چگونه مرگ خالی از ایمان. خدا پناه بوده که برای یک انسان وقتی دنیا را پدرود میگه خالی از ایمان و اسلام باشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم تاکید میکنه ولا تموتن الا و انتم مسلمون. شماها زندگی کنین که اخیر زندگی شما روپرو شدن با مرگ
با اسلام باشه، با مسلمانی باشه، شما مسلمان بمرین. دوست داشتن پیغمبر برادر عزیز، دوست داشتن پیغمبر دلیل ساده و آسانش همین است. خدای مهربان در قرآن عظیم الشان برادر عزیز شخصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ما و شما معرفی میکنه. به ما و شما معرفی میکنه. غزوه تبوک بود میگه. غزوه تبوک یکی از غزوه‌هایی که بین مسلمان‌ها و بین مشرکا قرار گرفته بود. غزوه تبوک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعلام کرد که مسلمان‌ها باید در این غزوه اشتراک کنند و از دین خودشان، از سرزمین خودشان، از آیین خودشان باید دفاع کنند. چند مسلمان همیشه میگه گفتن که ما بریم پدر و مادرمون رو پرسیم بعد بیم اشتراک کنیم. یعنی نخواستن میگن. همیشه میل در اشتراک همین غزوه نکردن. الله مهربان آیه نازل کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. خداوند مهربان این آیه را نازل کرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای مؤمنا از جانهاشان بالاتر هست. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. خدا میگه این پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای شما از جانهاتان بالاتر است. از جانهاتان بالاتر. در تفسیر همین آیه مبارکه برادر عزیز مفسرین کرام میگن مقصد پروردگار، مقصد الله در این آیه این است که این پیغمبر از پدر، از مادر، حتی از جانهاتان برای شما عزیزتر باید باشد. از جانهاتان برای شما ضرورتر باشد که شماها باید پیغمبر از همه عزیزتر و بالاتر بدانید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک خودشان هم فرمودند لا یؤمن احدکم. دیگر روایت میگه والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم. قسم به همون پروردگاری که جان محمد در دست اوست شما ایمان ندارین زمانی که من برای شما عزیزتر باشم از فرزنداتان، از مالهاتان، از پدر و مادرتان، حتی از جانهاتان کرده. برادر عزیز پیغمبر صلی الله علیه و سلم باید از جانها برای ما عزیز باشه، از جانها بهتر باشه. ما از جانمان زیادتر باید پیغمبر را دوست بداریم. انا او زمان ما و شما میشیم مسلمان کامل. او زمان میشیم ما ایماندار کامل.